شرط می‌بندم اینو نمیدونستی اینجا به غیر از دستگاه تراش و فرز CNC ماشینالات دیگه‌ای هم موجود هست. این دستگاهی که داری می‌بینی در کنارش من قدم میزنم دستگاه تزریق پلاستیک 400 تن هایتای چین هست. سال ساختش 2023 آکبنده. صف این دستگاه پیچه و فاصله بین میلش 73 در 73. حداقل و حداکثر ارتفاع قالب این دستگاه هم 250 تا 70 تا 80 میلیمتر. حداکثر فشار پمپ 16 مگاپاسکاله. قطر ماردونش هم 70 تا 80 میلیمتر. کنترل دستگاه فابریک خود کمپانیه. حجم تزریق این دستگاه هم 437 گرم بر ثانیه است. اینجا پر دستگاه تزریق پلاستیکه. اگر دستگاه و اطلاعات کافی خواستید به هم زنگ بزنید.